12 ستون موفقیت. درس اول، برخورد اتفاقی. اوضاع وقتی عوض می شود که خودت عوض شوی. با دست روی داشبورد ماشینش کوبید و گفت نکبت، این ماشین لعنتی جونم را به لب رسونده. زندگی مایکل جونز در همین خلاصه می شد. نکبت و دیگر این که جانش به لب رسیده بود. 40 سال از عمر او می گذشت. 15 سال پیش با همسرش ازدواج کرده بود، اما اکنون نمی دانست که چطور با او ارتباط برقرار کند. دارای 2 فرزند بود که شناختی از آنها نداشت. به این موارد شغلی را نیز اضافه کنید که از طریق آن به سختی مخارج زندگیش را تأمین می‌کرد. حال نتیجه چه می‌شود؟ یک کلمه: نکبت. چه بلایی سر زندگی او آمده بود. در دوران کالج او و همسرش امی رویاهای زیادی در سر داشتند. زندگی پیش رویشان بود و هیچ چیز برایشان غیر ممکن به نظر نمی رسید. آنها سرشار از قابلیت و توانایی بودند و می‌خواستند خیلی کارها بکنند، اما حالا خیلی با آنچه می‌خواستند فاصله داشتند. مایکل عاشق امی بود، اما این عشق آنطور که باید پیش نرفته بود. به مرور زمان میان آنها شکاف ایجاد شده بود و اکنون او نمی‌دانست که چطور می‌تواند اوضاع را روبرا کند. فرزندان او هم خوب بودند، اما رابطه عاطفی خوبی با آنها نداشتند. شغل او به طور قطع آن چیزی نبود که می‌خواست. مردی با سن و سال او فقط $40,000 در سال درآمد داشت. همین و بس. نه مزایایی، نه ارتقایی. هیچ وقت فکر نمی‌کرد که روزی کارش به این جاها بکشد، اما این اتفاق افتاده بود و او گرفتار و اسیر شده بود. اسیر شغلی که به بنبست منتهی می‌شد و روابطی آشفته و نابسامان. این خوشبختی و موفقیتی نبود که او و امی آرزویش را داشتند، اما زندگی او در شرف تحول بود. پس از لرزش‌های ممتد بالاخره موتور ماشین خاموش شد. قراضه لعنتی! در پی این ناسزا ماشین را به کنار جاده هدایت کرد. او داشت به سراغ یکی از مشتریهای شرکت می‌رفت و تا به حال از این جاده گذر نکرده بود. این مسیر یک جاده کمربندی پرپیچ و خم بود که همچون میانبری 2 جاده اصلی را به هم وصل می‌کرد. در طول این مسیر خانه‌های زیادی به چشمش نخورده بود. مایکل از ماشین خارج شد و گشتی دور و بر آن زد. البته قصد او از این کار این نبود که عیب و ایراد آن طرف را برطرف کند، چون چیزی از ماشین سرش نمی‌شد. او فقط بلد بود باک آن را پر از بنزین کند، به آن استارت بزند. همین. با خود گفت دودی ازش بلند نمیشه، پس بدون شک نشونه خوبیه. کاپوت را بالا زد و نگاهی به موتور آن انداخت. به نظر می رسید همه سیم‌ها وصل هستند. همه درپوش‌ها سر جای خودشان بودند. نمی‌دانست چه کار باید بکند. با خود فکر کرد کاش یک واحد مکانیکی تو دبیرستان ور می داشتم. دستش را داخل جیب کتش کرد تا تلفن همراهش را بیرون بیاورد. خیال داشت به مکانیکی که میشناخت زنگ بزند و از او کمک بگیرد، اما وقتی چشمش به گوشی افتاد آه از نهادش برخاست. اثری از سیگنال آنتن نبود. با صدای بلند گفت به خشکی شانس. آدم رو میفرستن ماه، گوسفند رو شبیه سازی میکنن، اما ارزه ندارن یه شبکه درست حسابی راه بندازن تا آدم اینطور تو دردسر نیفته. به اطراف نگاهی انداخت تا ببیند از طرف کدوم راه میتونه به مقصدش برسه. حدود 200 قدم جلوتر پیچی در جاده بود، به طوری که اون نمیتوانست جلوتر رو ببیند. پس تصمیم گرفت به آن سمت برود تا شاید در پشت آن پیچ خانه‌ای به چشمش بخورد. همچنان که راه میرفت به سنگ‌های کنار جاده لگد میزد. ناامید، تنها و وامانده. اینها همان احساساتی بودند که اینک و به طور کلی در زندگی داشت. به محض اینکه مایکل از پیچ گذشت با منظره‌ای مواجه شد که تا به حال
جز در مجلات و تلویزیون نظیر آن را به چشمش ندیده بود. معرکه است. در برابر مایکل زیباترین خانه قرار داشت که تا به حال دیده بود. شاید خانه کلمه مناسبی برای توصیف آن نباشد. در کنار جاده دروازه بزرگی دیده میشد و در امتداد آن حصاری زیبا از آجر و نرده دست کم به طول 150 متر کشیده شده بود. ارتفاع دروازه نزدیک به 3 متر می رسید. در پشت دروازه خانه‌ای با مساحت بالغ بر 3000 متر مربع به چشم می‌خورد. ساختمان ویلایی مجلل و سفید رنگی با ایوانی متشکل از 12 ستون. به وضوح مشخص بود که چرا روی تابلوی کنار دروازه نام 12 ستون را برای این ملک انتخاب شده است. منظره با شکوهی بود. مایکل چند دقیقه در جلوی دروازه ایستاد و محو تماشای زیبای عمارت شد. بالاخره به خودش آمد و به یاد ماشینش افتاد. خانه دیگری در آن حوالی دیده نمیشد، اما در این حال نمیدانست چطور میتواند وارد این خانه شود. درست در همین وقت از محلی که شبیه یک کارگاه به نظر می رسید و در سمت راست جاده منتهی به عمارت واقع شده بود، سر و کله پیرمردی با لباس کار سفید پیدا شد. پیرمرد به سمت دروازه آمد. وقتی به 25 قدمی دروازه رسید گفت: مرد جوون، میتونم کمکت کنم؟ اوه بله، منظورم اینه که امیدوارم ماشینم خراب شده و من نمیتونم از کسی کمک بگیرم. آخه تلفن همراه هم اینجا کار نمیکنه. میتونم از اینجا یه تلفن بزنم. خب چرا نمیذاری اول من نگاهی به ماشینت بندازم؟ شاید بتونم ردیفش بکنم. مایکل حد زد که شاید پیرمرد حدود 70 سال داشته باشد. قد او حدود 1 متر و 80 سانتی متر بود و اندامی موزون و متناسب داشت. با یک نگاه میشد فهمید که او سرایدار این ملک است. پیرمرد با فشار دکمه ریموتی که از داخل لباس کارش بیرون کشید دروازه را باز کرد. وقتی بیرون آمد از مایکل پرسید که ماشینش کجاست. مایکل در حالی که به جاده پشت سرش اشاره میکرد گفت: درست پشت اون پیچه. پیرمرد دست خود را دراز کرد و گفت: اسم من چارلیه. اسم تو چیه؟ من مایکل هستم. از ملاقاتتون خوشبختم. همچنان که به سمت ماشین میرفتن چارلی پرسید: شغلت چیه؟ فروشندگی. کاروبارت خوبه؟ نه، تعریفی نداره. پیرمرد لحظه‌ای سکوت کرد و سپس پرسید: زن و بچه هم داری؟ بله، 2 تا زن، 1 زن و 2 تا بچه. خب خوبه. وقتی به ماشین رسیدن چارلی کاپوت را بالا زد و با سیم‌ها و قطعات موتور ور رفت. سپس گفت: بذار یه استارت بزنم. مایکل سوئیچ را به چارلی داد و او چند بار سوئیچ را گرداند، اما ماشین استارت نخورد. با اینکه درجه بنزین نشان میداد که باک تا نیمه پر است، اما چارلی گفت که درجه خراب است و چون ماشین مایکل بنزین تمام کرده است روشن نمی شود. خب همه چیز رو به راه به نظر میرسه. واسه همین فکر میکنم درجه بنزین ماشینت خرابه و بنزین تموم کردی. بیا بریم کمی بنزین از کارگاه بیاریم. مایکل فکر نمی کرد که اشکال کار این باشه، اما چاره دیگری نداشت و از این رو گفت: باشه بریم. آنها به سمت کارگاه برگشتند. وقتی از دروازه وارد ملک شدند مایکل از خانه و صاحبش پرسید: ببینم صاحب این خونه کیه؟ آقای دیویس صاحب اینجا هستن. اون و همسرش 20 سال پیش اینجا رو ساختن. ایشون تاجر خیلی موفقی هستن. البته کارشون یکی دوتا نیست، کارای جور و جوری دارن. باید آدم خیلی موفقی باشن. این خونه چند متره؟ زیربناش حدود 400,000 متر مربع میشه. از اینجا معلوم نیست، اما یه استخر سرباز و یه سالن سرپوشیده داره به مساحت حدود 1200 متر مربع که اون پشت سرته، به علاوه یک کلبه مخصوص مهمونا که حدود 500 متر مربع است. مایکل گفت: عجب، باید خیلی پولدار باشه. بله همینطوره. آقای دیویس
فقط پولدار نیستن، ایشون تو همه جنبه‌های زندگیشون موفقن. زندگی که فقط پول نیست. مایکل گفت گفتن این حرف واسه کسی آسونه که پول داشته باشه. میفهمم چی میگی، اما آقای دیویس قبل از اینکه پولدار بشن هم آدم موفقی بودن. اون ستون‌ها رو جلوی ایوون خونه میبینی؟ هر کدومش نشونگر یکی از جنبه‌های موفقیته که به قول آقای دیویس در زندگی اهمیت داره. ایشون عمارت رو به این شکل ساختن تا نمادی باشه برای فلسفهشون درباره زندگی. راستی خیلی جالبه، در همین وقت به کارگاه رسیدن. چارلی پرسید یه فنجون قهوه میل داری؟ همین پیش پای تو یه قوری دم کردم. بله البته یه فنجون میخورم. مایکل نگاهی به دور و برش انداخت. محوطه کارگاه به بزرگی محل سکونت او بود. هر ابزاری را که فکرش را بکنی در آنجا یافت میشد. قهوه چطور باید باشه؟ مایکل جواب داد اوه بدون شیر خواهش میکنم. چارلی قهوه را ریخت و آن را برای مایکل آورد. بفرمایید. متشکرم. مایکل جرعه‌ای از آن نوشید و از پنجره کارگاه به خانه نگاه کرد. با خودش گفت خیلی دلم میخواد منم تو زندگیم اینقدر موفق بشم. چارلی گفت مطمئنم اگه بخوای میتونی. خب راستش طی 18 سال گذشته تمام سعی خودم رو کردم، اما هیچ پیشرفتی نداشتم. چارلی پرسید به طور حتم خیلی سخت کار کردی آره؟ بله خیلی سخت، از سخت همون ورتر. از صبح تا شب کار میکنم تا دیر وقت جون میکنم. چارلی گفت شاید مشکلت همین باشه. مایکل با تعجب پرسید به عقیده شما سخت‌کوشی اشکالی داره؟ نه سخت‌کوشی به خودی خود اشکال نداره، اما آقای دیویس همیشه میگن اولین ستون موفقیت اینه که آدم بیشتر روی خودش کار کنه تا روی کارش. مایکل گفت نمیفهمم این یعنی چی. همونطور که بهت گفتم آقای دیویس دارنده اون 12 ستون موفقیت هستن. ایشون میگن رشد فردی اولین ستون موفقیت محسوب میشه. موفقیت وقتی حاصل میشه که روی رشد و پرورش خودت کار کنی. پس بیشتر از کارت باید روی اصلاح و پرورش خودت تلاش کنی. اما من همیشه شنیدم که میگن اگر سخت کار کنی و تمام فکر و ذکرت رو صرف کار کنی عاقبت پیشرفت میکنی. این درست نیست؟ نه به طور کامل. ببین اگه تو یه شرکت کار کنی حقوق تو متناسب با کار و سطح مهارت توست. بنابراین هر قدر هم که کار کنی اضافه کاری وایسی و زحمت بکشی تا زمانی که سطح مهارتت افزایش پیدا نکنه تو همون قسمت باقی میمونی و از ترفیع درآمد و رتبه خبری نیست. پس چطور میتونم ترقی کنم؟ باید روی خودت کار کنی رفیق. مایکل جرعه‌ای دیگه قهوه نوشید و گفت هنوز مطلب رو نگرفتم. چارلی گفت باشه بذار بیشتر توضیح بدم. گفتی توی قسمت فروش هستی آره؟ بله. خیلی خوب پس پولی که در میاری بسته به مهارت تو در فروش داره. یعنی تا وقتی که مهارت در فروش در یک سطح ثابت بمونه هر قدر هم که تلاش کنی درآمدت بیشتر نمیشه. راهش اینه که فروشنده بهتری بشی و رمز تبدیل شدن به یک فروشنده بهتر این نیست که روزی 5 ساعت بیشتر روی شغلت کار کنی، بلکه اینه که روی خودت بیشتر کار کنی. مایکل بیشتر از شغلت روی خودت کار کن. خب چطور این کارو بکنم؟ کتاب بخون، در سمینارها شرکت کن، سرگذشت فروشندگان موفق را مطالعه کن و بعد این اطلاعات رو به کار بگیر. از این معلومات استفاده کن. این ایده ها رو به طور روزمره با کار تلفیق کن. به این ترتیب به همان 10 تا مشتری که در روز زنگ میزنی میتونی بیشتر بفروشی چون فروشنده بهتری شدی. مایکل از پنجره به منظره زیبای عمارت مجلل نظر دوخت و سپس رو به چارلی کرد و با لبخند گفت این همه هوش و ذکاوت رو از کجا کسب کردین؟ من فقط حرفای آقای دیویس رو بازگو میکنم. روی خودت بیشتر از خودت کار کن. خودت را پرورش بده و به خودت اهمیت بده. وقتی سخنان چارلی تمام شد سرفه اش گرفت. مایکل ابتدا تصور کرد چیزی در گلویش جسته است، اما سرفه او شدیدتر از این حرفا بود. مایکل پرسید
حالتون خوبه؟ دست کم 1 دقیقه طول کشید تا سرفه چارلی بند بیاد. آره خوبم. بعضی وقتا اینجوری میشم، اما چیز مهمی نیست. خدا رو شکر یه لحظه منو نگران کردین. مایکل چند لحظه مکث کرد و آنگاه پرسید خب آقای دیویس درباره رشد فردی دیگه چی میگن؟ چارلی خنده زیر لبش کرد و گفت خب ایشون خیلی چیزا میگن مایکل. پس چند تا از اونا رو برام تعریف کن. من خیلی به کمک احتیاج دارم رفیق. چرا فکر میکنی خیلی به کمک احتیاج داری؟ آخه بدجور مستاصل شدم. از کارم بیزارم. امیدی به پیشرفت ندارم. به نظرم زندگی خوبی رو برای خانواده‌ام تأمین نکردم. ماشینم تو راه منو میذاره. بازم بگم برای ساختن یه زندگی بهتر به کمک نیاز دارم. از صبح تا شب همش میدوم. به هیچ جا نمیرسم. انگار دور خودم دارم میچرخم. این حرفا به قدری سریع از دهان مایکل بیرون میجست که حتی خودش هم به حیرت افتاد. حالا که این طوره بذار یکم فکر کنم. چارلی مکسی کرد و در این حال به سقف خیره شد. پس از چند لحظه همچنان که انگشت اشارهش رو در هوا تکان میداد گفت فکر کنم این یکی به دردت بخوره. یه لحظه صبر کن تا دقیق یادم بیفته. آهان آقای دیویس میگن رشد همه موجودات حد و حصری داره. فقط بشر از این قاعده مستثناست. برای مثال یه درخت چقدر رشد میکنه تا جایی که براش تعیین شده، اما انسان‌ها از محبت اختیار برخوردارن. اونا میتونن به کمال برسن یا پست بشن. پس چرا از همه توانایی‌هامون برای رشد و ترقی استفاده نکنیم؟ لبخند رضایتی بر لبان چارلی نقش بست، زیرا توانسته بود کلمات را مو به مو نقل کند. مایکل نالید اما من سعی خودم رو کردم. نمیگم سعی نکردی، شاید کرده باشی. موضوع اینه که بیشتر مردم دل سرد میشن و از تلاش دست میکشن. مایکل شاید تو هم تسلیم شدی. اگر جسارت نباشه فکر میکنم وقتی دیدی که هرچی دویده‌ای به جای نرسیدی تسلیم شده ای. شاید وقت اون رسیده که دوباره آستین بالا بزنی و تلاش رو از نو ادامه بدی. مایکل آخرین جرعه قهوه‌اش رو سر کشید و فنجان روی میز گذاشت. بلکه شاید بتونه دوباره زندگیشو عوض کنه. چارلی برخاست و به سمت در پشتی به راه افتاد. بیا بریم، کمی بنزین برداریم و بریم سراغ ماشینت. توی راه آخرین نکته‌ای را که باید روش فکر کنی بهت میگم. چارلی و مایکل ظرفی را از بنزین پر کردند و به سمت ماشین به راه افتادند. وقتی به اونجا رسیدن چارلی بنزین را از ظرف به مخزن ماشین ریخت و گفت مایکل حالا یه استارت بزن. مایکل سوئیچ رو چرخاند، پاش رو روی پدال گاز گذاشت. پس از چند ثانیه موتور روشن شد. مایکل در دل گفت باورم نمیشه، باید بدم درجه بنزینم رو درست کنم. چارلی به شیشه ماشین زد. مایکل شیشه رو پایین کشید و به او گفت خیلی ممنون، خیلی بهتون زحمت دادم. چقدر بابت بنزین تقدیم کنم بهتون؟ اوه هیچی، چیز قابلداری نیست. مهمون آقای دیویس هستی. مایکل لبخندی زد و گفت بسیار خوب، پس از طرف من از ایشون تشکر کنید. چارلی بیشتر به طرف مایکل خم شد. گفت راستی قرار بود یه اندرز دیگه از آقای دیویس بهت بدم. مایکل با هیجان گفت اوه بله، اون چیه؟ گفتی میخوای اوضاع برای تو و خانوادت عوض بشه، درسته؟ بله به راستی همینطوره. آقای دیویس میگن اوضاع وقتی عوض میشه که خودت عوض بشی. حالا تو خیال داری چه چیزایی عوض کنی تا زندگیت رو عوض کنه؟ اگه به همین طرز زندگی ادامه بدی هیچی عوض نمیشه و زندگیت همیشه همینطور میمونه. راهش همینه که گفتم. مایکل از شیشه جلوی ماشین به بیرون خیره شد. ذهن او به تکاپو افتاده بود. او میخواست خیلی چیزها رو تغییر بده. خیلی چیزها بودن که باید تغییرشون میداد. چارلی با دست ضربه‌ای به کنار ماشین زد و گفت خب واسه امروز کافیه. مایکل روی همین موضوع فکر کن. بعد هر وقت خواستی میتونی برگردی اینجا تا من مطالب بیشتری راجع به ستونهای موفقیت آقای دیویس برات بگم. سپس کارتی به مایکل داد که روی آن نوشته شده بود چارلی و در زیر آن شماره‌ای به چشم می‌خورد. این شماره کارگاه منه. هر وقت خواستی از این ورها رد بشی یه زنگ به هم بزن تا همدیگر رو ببینیم. مایکل گفت حتما همینطوره. سپس تبسمی کرد، دنده رو جا زد و گفت
بیاین بالا تا برسونمتون دم دروازه. چارلی گفت نه متشکرم، یکم فعالیت ورزش برام خوبه، اما آخرین نصیحت من رو هم گوش کن. گوشم با شماست. چارلی با خنده گفت درجه بنزین ماشینت رو بده درست کنن. مایکل همچنان که ماشین رو انداخت گفت از این بابت خیالتون تخت باشه. چارلی به دور شدن مایکل نگاه میکرد و در دل گفت پسر خوبیه، امیدوارم دوباره برگرده. او استعداد زیادی داره اما از طرفی هم مشکلاتش زیاده و به کمک نیاز داره. سپس برگشت و به طرف 12 ستون به راه افتاد. پایان فصل اول.